سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ به یه قسمت دیگه از برنامه زمزمه های کهن خوش اومدید. بدون معطلی بریم سراغ حکایتمون. اما قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که به رشد کانال نوپای من خیلی کمک میکنه. بریم سراغ حکایت. چون صیاد به عفریت گفت تا عیان نبینم باور نکنم، عفریت دودی گشته بر هوا بلند شد و به خمره اندر فرو آمد. فی‌الحال صیاد مهر بر سر خمره گذاشته بانگ بر عفریت زد که بازگوی اکنون با تو چه کار کنم؟ عفریت خواست که بیرون آید. به در آمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده است. پس صیاد روی این خمره را برگرفته کنار دریا شد. عفریت گفت چه خواهی کردن؟ گفت تو را به دریا خواهم افکند که تا ابد در آنجا بمانی. عفریت بنالید و گفت مهر از سر خمره بردار و مرا رها کن که به پاداش نیکو خواهی رسید. صیاد گفت دروغ میگویی و مثل من و تو مثل وزیر ملک یونان و حکیم رویان است. و آن این بود که در زمین فرس و یونان ملکی بود. ملک یونانش گفتندی و در تن آن ملک ناخوشی برص بود که اتباع از معالجت آن عجز داشتند. روزی حکیم سالخورده به آن شهر آمد که حکیم رویان نام داشت و لغت یونانی و فارسی و رومی و عربی و سود و زیان گیاها و برگ درختان نیک بدانستی. پس حکیم چند روزی در آنجا بماند و شنید که تن ملک برص دارد و اتباع در علاج آن عاجز شدند. برخاسته به پیش ملک یونان شد و زمین بوسیده و طبیبی خود را بر ملک عرضه نمود و گفت ای ملک، شنیدم که تنت را ناخوشی فرو گرفته تا کنون علاج پذیر نگشته. من میخواهم که معالجت کنم بی آنکه تو را شربتی بخورانم یا روغنی بمانم. ملک یونان در عجب شد و گفت چگونه تو میتوانی بی دارو و شربت معالجت نمودن؟ و اگر چنین کنی تو را بی نیاز گردانم و آنچه که آرزو داری برآورم. اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهی کرد؟ ای حکیم، در این کار بشتاب. حکیم رویان زمین بوسیده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد. روز دیگر به پیش ملک آمده گفت امروز با گوی و چوگان به میدان همی رو. چون ملک با گوی و چوگان به میدان شد، حکیم رویان پیش آمد و چوگان برگرفته به ملک داد و گفت چنین بگیر و به قوت بازو بر گوی بزن تا دست و تنت خوی کند و دارو بر دست تو نفوذ کرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه بازگشته به گرمابه شو و پس از گرمابه زمانی بخواب که بهبودی یابی و سلام. در حال ملک یونان سوار گشته چوگان به کف گرفت و بر گوی همی زد تا دست و تنش خوی کرد. حکیم رویان دانست که دارو بر تن اون نفوذ کرده. گفت اکنون به خانه باز کرد و به گرمابه شو. ملک به خانه رفت به گرمابه شد. پس از شست و شوی از گرمابه بیرون آمده بخسبید. چون از خواب برخاست دید تنش از ناخوشی پاک گشته، به سیم سفید همی ماند. شادمان و خرسند گردید. روز دیگر حکیم به بارگاه شد و زمین ببوسید و به طرف بساط ایستاده گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ حادثه شخص تو دردمند مباد. حکیم شعر به انجام رسانید. ملک برپا خواسته او را در آغوش گرفت و در پهلوی خیشتن بنشاند. پس از آن خوانهای طعام بنهادند و خوردنی بخوردند و تا پسین به صحبت و منادمت بنشستند. آنگاه ملک 2000 دینار زر و هدیه های گرانبها به حکیم داد.
حکیم به خانه بازگشت و ملک خرسند نشسته به کردار نیک حکیم سپاس همی گفت. چون روز دیگر شد ملک به دیوان برنشست و حکیم نیز به بارگاه آمده و زمین ببوسید. ملک او را در پهلوی خود جای داد. چون حکیم خواست بازگردد ملک 1000 دینار زر با خلعتها و هدیه ها به او داد. ملک را با حکیم کار بدینجا رسید. و اما وزیر ملک مردی بخیل و بدخواه بود. چون بخشش های ملک یونان را به حکیم رویان بدید بدو رشک آورد و بدخواهی او در دل گرفت و به پیشگاه ملک یونان رفته زمین نیاز بوسه داد و گفت: ای ملک، بندگان درگاه را فرض است که ملک را از آنچه ببینند آگاه کنند و پندی را که سودمند است بازگویند. ملک گفت: پند بازگوی. وزیر گفت: پیشینیان گفتند هر که در عاقبت کارها اندیشه نکند به رنج اندر افتد. من ملک را در طریق ناصواب می‌بینم که بر دشمن و بدخواه خیش چندین عطا و بخشش می‌کند و از این کار بس هراس دارم. ملک چون این بشنید به هم برآمد و رنگش پریدن گرفت. از وزیر پرسید که بدخواه کیست؟ وزیر گفت: حکیم رویان، دشمن جان ملک است. ملک گفت: چگونه بدخواه است که بی زحمت معالجت مرا از رنج چنان ناخوشی خلاص کرد؟ اگر من او را انباز مملکت و پادشاهی خود کنم هنوز پاداش 101 نیکویی او نخواهد بود. گمان دارم که تو این سخن را از رشک گفتی و همی خواهی که من او را کشته پشیمان شوم، بدانسان که ملک سندباد پشیمان شد. دوستای خوب من، خیلی ازتون ممنونم که تا انتهای این قسمت هم همراه من بودین. امیدوارم هر جایی هستین خدای بزرگ و مهربون پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدارتون.